اگر پرچم مقدس و ارزشمند نمیشد، رئیس شورای عالی وقتی محترم امام علی رحمان آن را بوسیده به چهرهشان نمیمالیدند. سلام بیننده گرامی، یکی از صحیفه های بسیار احساسی و تاریخی مربوط به پرچم لحظه معروف انا همین پرچم بوسی پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان است که 16 نوامبر سال 1992 هنگام انتخاب شدنشان به حیث رئیس شورای عالی در قصر ارباب شهر خوجند با احترام بزرگ پرچم دولت کشور را بوسیده به دیده‌هایشان گذاشتند. این عمل رمزی در زمان صورت گرفت که کشور به پراکندگی و بحران شدید غرق بود و این لحظه به مردم پیام امید، وحدت و احیای دولتداری را رساند. وابسته به انا همین موضوع حالا با ما در ارتباط هستند کارشناس مسائل سیاسی عبدالله رهنما. سلام. سلام. شما همچون شخصی که تاریخ سیاسی تاجیکستان را عمیق تحلیل میکنید، آن لحظه معروف 16 نوامبر سال 1992 را چگونه ارزیابی مینمایید؟ منظور عمل بوسیدن و به دیده گذاشتن پرچم از جانب محترم امام علی رحمان چه پیام رمزی داشت؟ تشکر. در حقیقت شما به یک لحظه بسیار مهم در تاریخ نه تنها پرچمداری بلکه در تاریخ دولتداری ما اشاره کردید. لحظه از طرف رهبری تازه انتخاب کشور محترم امام علی رحمان بوسیدن و به دیدگان خود مالیدن پرچم ملی یکی از لحظه های مهم و هم حساس و پرهیجان در تاریخ ملی دولتی و پرچمداری ماست. اگر ما کنتکست یا زمینه تاریخی رخ دادن همین لحظه یا حادثه رو پیش رو بیاریم، ملت ما یک ملت صاحب پرچم، یک ملت دارای تجربه یا سابقه بزرگ و طولانی دولتداری هست که همیشه مفهوم پرچم با او همراه بوده است، ولی در این طول تاریخ لحظه هایی هستند که آن اهمیت بسیار بزرگ رمزی دارد. از جمله این لحظه که شما اشاره کردید، وقتی که ما استقلال دولتی را کسب کردیم، بعد 100 ساله ها ما دولت ملی مستقل خود را صاحبی کردیم، یکی از پدیده های عجیب اول استقلال این است که ما تقریبا بیش از 1 سال اول استقلال پرچم ملی خود را نداشتیم و ما زیر همون پرچم دولتی تا استقلالی خود تا همین روزی 24 نوامبر سال 1992 خود را معرفی میکردیم که این یک حالت خجالت آور بود. دولتی که استقلال خود را یافت است اما اون پرچم دوره قبل از استقلال را استفاده میکنند. بنابراین یکی از حادثه های مهمی که در اجلاسیه 16 رخ داد محض قبول شدن پرچم بود و روز 24 نوامبر سال 1992 دو قرار مهم قبول شد. یکی خود پرچم که رنگ و شکل و ظاهری اون و یکی نظامنامه پرچم ملی جمهوری تاجیکستان قبول شد که در اونجا تمام همین معنای آن نوشته شده بود. بنابراین ما بعد از 2 روز در کارخانه های مخصوص اولین نمونه این پرچم را آماده کردند طبق قانون نو و روز 26 نوامبر چنانه که به یادمان هست این پرچم را به تالار اجلاسیه 16 وارد کردند و اون لحظه قدر لحظه حساس و زیبا و تاریخی و پرهیجان برای ملت ما بود که یک نفر پرچم را در بلندی نگاه می داشت. اولین شده رهبری دولت، رهبری تازه انتخاب دولت محترم امام علی رحمان رفته آن پرچم را بوسیده به دیدگان مالیدن و اگر یادتون باشه در اونجا صف کشیده وکیلان، حتی همون قماندان های صحرایی که اونجا جمع شده بودند، همه اعضای حکومت این عمل را تکرار کردند
و ما اگر نوارها رو نگاه کنیم وکیلانی که این صحنه رو تماشا میکردن، مهمانانی که این صحنه رو تماشا میکردن، به اختیار از چشمشون اشک میرفت، چون که این لحظه ای بود که ما دوباره صاحب پرچم شدن، دوباره صاحب دولت ملی مستقل شدن خود را با پرافشانی همی پرچم جشن میگرفتیم و تنتنه میکردیم. یعنی این لحظه ای که شما یادآور شدید، از این رو نه تنها اهمیتی صفر حقوقی و سیاسی دارد، بلکه یک اهمیتی تاریخی تنتنه‌ای هم دارد، چون که این لحظه تنتنه ارمان چند صد ساله این ملت بود. آیا این عمل پرچمبوسی محترم امام علی رحمان در عنعنه‌های سیاسی تاجیکستان و یا منطقه پیش وقت بود؟ خب ببینید، ما در تاریخ تمدن خود همین بوسیدن پرچم، احترام گذاری پرچم، گرامی داشت پرچم رو داریم، ولی همین طرز مناسبت راهبری دولت در همون لحظه، در لحظه به تالار آوردن پرچم، این یک عنعنه یا یک سنت دولتداری گفتن یک طرف است، ولی من فکر میکنم که این یک لحظه همین خروش و جوش زدن یک احساسی ملی و یک احساسی انسانی فرزندانه در برابر همین رمز بود. زیرا بینید که بسیار طبیعی و زیبا همین حادثه رخ داد و من یک چیز جالب را مشاهده کردم که الکی همین لحظه پرچم را بوسیدن و به چشمانش مالیدن امام علی رحمان به یک لحظه یا منظره هنر و صنعت تبدیل شده است. یعنی تا امروز من بسیار جا مشاهده کردم که بعضی هنرمندان و نقاشان ما این لحظه رو همچون یک اثر هنری آفریدن. در این باره شعرها گفته شدن، در این باره قصه ها گفته شدن و همین موضوع خودش الکی به یک سنت و به یک عنعنه ملی ما تبدیل شده است. و ببینید که امروز در وقت سوگند کنی سربازان ما این عنعنه رو ادامه میدهند و من فکر میکنم با همون مناسبتی فرزندانه و پر افتخاری که نسبت پرچم در همون لحظه شد، ما در حقیقت یک صحیفه درخشان نو در پرچمداری خود باز کردیم. در همین زمینه سوال دیگری داشتیم که چرا در تمام دنیا برخورد احساسی، رمزی و حتی مقدسانی نسبت به پرچم دیده می شود؟ آیا این یک سنت دولتداری است یا احساس طبیعی انسانی؟ هر دوش. چون که ما اگر تاریخ دولت ها رو نگریم، از جمله تاریخ دولتداری خود ما رو، پرچم رمزی هم هستی و هم هویت است. زیرا همین بودن، زنده بودن، مستقل بودن، آزاد بودن ما با واسطه بلند بودن و سرافراز بودن پرچم ما ifade می‌یابد. بنابراین پرچم این نشانه بودن و آزاد و استقلال بودن است، ولی در عین زمان پرچم چهره ما است، کی بودن ما را معرفی میکند. از اون نظر این اهمیتی هویتی دارد. یعنی هویت به معنای کی بودن، ماهیتاً کی بودن ما را پرچم ifade میکند و با همین پرچم ما را میشناسند. بنابراین هر وقتی که پرچم ما بلند میشود، گویا خود ما اونجا حضور داریم. هر وقتی پرچم ما احترام میشود، خود ما احترام میشیم. برای همین ما همون خود رو، چهره خود رو، هویت خود را، شخصیت خود را، فرهنگ و ارزش‌های خود را با واسطه همین پرچم معرفی میکنیم. این است که یک نگاه احساسی، نگاه مقدسگونه به این هست. و ببینید که ما هر جا، خصوصا در خارج از کشور، وقتی که ما جای میبینیم که پرچم ما بلند است،
ما گویا خود را در این آینه میبینیم. جای بینیم که پرچم ما پیروزی را ifade میکند، این پیروزی ما است. برای همین شما بینید که وقتی که در مسابقه های بین المللی میرویم، پرچم ملی ما جای بلند میشود، ما گویا خودمون در اون صحنه قرار داریم و احساسی میشیم، گویا اشک هامون بیرون میاد. از همین رو تمامی ملت های جهان امروز همین گونه مناسبت با پرچم خود دارند. شما حالا گاه ما گمان میکنیم پرچم فقط خاص دولت است. حاضر امروز حتی تیم های فوتبال، کارخانه های بزرگی صنعتی، کارخانه های بزرگی الکترونی و ماشین سازی و همه پرچم های خود را دارند که زیر آن هویت خود را ifade میکنند. بنابراین در پرچم ifade شدن هویت یک نوع احساساتی ما را با ما احساساتی یا با معناهای سیاسی پیوست میکرد. یعنی هم در آن رمز و معنای سیاسی است، هم احساسات انسانی. به هم آمدن همین دو چیز پرچم را چنین رمز مهم میکند. در مورد ورزشگران اشاره خوب کردید. واقعا هم بسیار دیده می شود که ورزشگران تاجیک پس از دستاورد بزرگ ورزشی پرچم را به کتف می گیرند یا می بوسند. خب این عمل رمزی از نگاه فرهنگ ملی چی معنا دارد؟ خب معناش همین است که وقت شما از جمهوری خارج می شوید، در صحنه بین المللی حضور می یابید، علاقه شما نماینده همین کشور و همین ملت هستید. یعنی بیرون از کشور شما را محض همچون تاجیک و شهروند تاجیکستان میدادند. اگر عملی منفی از ما رخ دهد به نام کشور و ملتمون می رود، عملی خوب هم رخ دهد به نام کشور و ملتمون. بنابراین پیروزی ما در یک مسابقه بین خلقی، این پیروزی ملت ما و دولت ماست. و وقتی که یک پهلوان ما، یک گشتگیر ما یا یک پهلوان دیگری ما در مسابقه بین خلقی غالب می آید، همونجا نه تنها او، همه ما احساس میکنیم. ما نمیگیم فلانی غالب شد، ما میگیم تاجیکستان جای اول گرفت، تاجیکستان مدال طلا گرفت، تاجیکستان پیروز شد. برای همین او در همون لحظه احساس میکنه که پیروزی یک ملت، پیروزی یک دولت، پیروزی یک تمدن است. او پرچم این دولت را در کتفش می آویزد و به این نشان میدهد که محض زیر همی پرچم، با دعای همی ملت، با دستگیری همی دولت، با همون روحی بزرگی این ملت او پیروز شده است. بنابراین همون لحظه برای چی اونا احساسی میشن که طوری گفتیم اونا مردان قوی هستند ولی احساسی میشن، چونکه برداشتنی چنین باری افتخار که تو در اون صحنه از نام یک ملت بزرگ، از نام یک وطنی سربلند میروی او رو معرفی میکنی پیروزمندانه، همین بار بسیار سنگین است برای روح یک انسان. و از این رو همین بار در شکلی همین فشار، یعنی همین بار در شکل یک اشک، در شکل یک فریاد، در شکل یک احساسات ظاهر میشد. از همین رو در همون صحنه های بین الخلقی وقتی پیروزی پرچم را بالای سر کردن پهلوانان و قهرمانان ما، یکی از بهترین نمونه های عملی ظاهر شدن افتخار شخص با وطن و ملت است که در ما آمیزش شخص و پرچم در اونجا ظاهر میشد. خوب بشود که یک سیر کوتاه تاریخی نیز داشته باشیم. از نگاه شما قدیمترین پرچم یا درفش آریایی کی از کجا پیدا شده است و چه رمز و تصویر داشت؟ این مسئله خیلی فراخ است، چون که تاریخی دولتداری ملت ما بسیار تاریخی بزرگ است و من همون لحظه آغازینی صاحب پرچم شدن ملت ما را میخوام یادآور کنم که در بسیار روایت های ما پیدا شدن، یعنی این پرچم ما که در تاریخ تمدن و دولتداری ما با نام درفش کاویانی معروف است، چنین آمده است که وقتی که ظلم ضحاک، ظلم اجنبی
بر ایران زمین به حد افراط رسید. ببینید شاهنامه فردوسی که یکی از سندهای ما یا یکی از سرچشمه‌های ما در درک همین روایت است، تأکید میکند که ضحاک یک شاهی بود که غیر ایرانی یا غیر تاجیک بود. بنابراین در حاکمیت ضحاک حاکمیت اجنبی و خارجی بیان میشد و کاوه همچون یک آهنگری محلی رمز خود مردم تهجایی، مردم تاجیک و فارس و ایرانی است. بنابراین همین حادثه در مقابل ظلم خارجی یعنی ضحاک قیام کردن کاوه با پیدایش پرچم همچون رمز مبارزه سبب شد و کاوه آهنگر طبق همه روایت ها همون چرم آهنگری خود را به نوک نیزه، به نوک چوب بسته از او پرچم ساخت و زیر پرچم او، زیر همین پرچم چرمی، مردم ما قیام ملی خود را بر ضد اجنبیان انجام دادن و پیروز شدن. این همون کانتکست یا متن تاریخی پیدایشیان. اما ما هم خیلی ساده از بالای این روایت گذشته نمیتونیم. من میخوام بگم که در او چی رمزها نهفته است. ببینید 3 نکته بسیار نازک است. اول اینکه همین پرچم ملی ما از میان خلق برخاسته است. یعنی این پرچم مردمی است که رمز حاکمیت مردمی است. بنابراین امروز در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان در ماده 6 همین مفهوم ifade یافته است که خلق یگانه سرچشمه حاکمیت در تاجیکستان است. این معنی بسیار عمیق دارد. یعنی ifade این دارد که همین حاکمیت، همین دولت، همین کشور به خلق تعلق دارد و همین پرچم ما ifadه‌گری همین بود که خلق صاحب همین کشور و دولت است. دوم اینکه وقتی که این پرچم برداشته شد دقیقاً در مقابل حاکمیت و ظلم خارجی برای برقراری ساخت دولتداری ملی و عموما برای برقراری حاکمیت ملی مستقلی خود ملت برداشته شد. یعنی از اول در همین مفهومی یا در متن پرچم ما مفهوم استقلال نهفته است. یعنی پرچم استقلالی دولتی ما در مقابل حکومت بیگانه است. و سوم اینکه وقتی که فریدون حاکم شد، کاوه آهنگر و مردم پیروز گشته فریدون را آورده به تخت نشاندن، حاکمیت ملی را برقرار کردن. فریدون همون درفش کاویانی یا پرچم کاوه را گرفته در بالای سرش زده، اون رو به پرچم دولتی تبدیل کرد که میگفتن خسروانی درفش. بنابراین همین پرچم دولتی ما از پرچم ملی بیرون آمده است، از پرچم استقلال بیرون آمده است. بنابراین ببینید شما چقدر وصلی یا که پیوندی عجیبی 3 مفهوم کلیدی، یکی مردمی بودنی پرچم، دوم رمز استقلالیت بودنی آن، سوم به پرچم دولتی و خسروانی درفش تبدیل شدن آن در همین چیز نهفته است. از همین رو همین قدر بار مضمونی و سیاسی گران و ارزشمند در این پرچم هست و چیزی بسیار زیبایی که اگر کمی به همین چگونه بودن همین پرچم پردازیم، وقتی که پرچم کاویانی یا درفش کاویانی به پرچم دولتی تبدیل شد، همه شاهان بعدی ایران زمین وظیفه افتخاری خود می‌دانستند که بهترین گوهر و گنجینه ها که پیدا می‌کردند به این درفش می‌چسباندند و در نتیجه طبق نوشته فردوسی و دیگر سرچشمه ها درفش کاویانی در طول 100 ساله ها به یک گلیم بزرگی پر از گوهر و دور و سنگای قیمت بها تبدیل شده بود. به حد اینا ببینید، یک برای که گپی خالی نگویم، همین تاریخ نگاری بزرگ ما طبری
وقتی که همین پرچم کاویانی رو درفش کاویانی رو تصویر میکرد گفت است که درفش کاویانی 12 به 8 آرشین بوده است، یعنی که تقریبا 7 به 5 متر. یعنی سخن درباره یگان پرچم خردکک نمیرد. در آخر همین درفش کاویانی رو با ارزشمندترین چرم ها اینقدر بزرگ کرده بودن که 7 به 5 متر و در وقتی که ساسانیان در آخر ساسانیان اینقدر در اون زر و گوهر بود که وی دیگر برداشته نمیشد، بلکه وی رو همچون یک ثروتی بزرگ ملی در یک قصر علاهیده حفظ میکردند. گردی معینی مخصوصی محافظانی امی درفش کاویانی بود. و درفش کاویانی وقتی که متاسفانه سقوطی دولتی آریایی شد و به دست عرب ها افتاد، باز دقیقا تبری می نویسد که گوهرشناسان عرب جمع شدند، حیران موندن که این چگونه خزینه بزرگ است و طبق نوشته تبری آن را 1,250,000 درم نرخ ماندن. 1000 به اصطلاح امروز میشه 1 میلیون. 1000 کره 1000 میشه 1 میلیون، یعنی 1,250,000 میشد که 1,250,000 درهم سرخ طلای همون وقته نرخ موندن. اگر همین رو حاضر به کمی به اقتصاد رو بیاره از نظر نرخی درهم طلای همون زمان که به امروز برگردانیم، تقریبا همین درفش کاویانی 2 میلیارد دلار آمریکایی ارزش داشته است. فقط همین گوهری که در او چسبانده شده است. بنابراین همین گونه شکوه داشت پرچم در تاریخ ما، همین گونه جایگاه داشت. بعد از سقوط دولت آریایی و ضبطکاری ها سرنوشت پرچمداری نیاگان ما چی شد و یا چه تأثیر به آن رسید؟ روایت ها میگن که عرب ها ندانستن با پرچم چیکار کنند، با قیچی پاره کرده هر یک پاره رو به یک جنگاور و به یک شخصیت رو هدیه میکنن همچون بزرگترین سرمایه. برای همین من میگم که مفهوم پرچم چنین گرامی بوده است در تاریخ ما. ولی یک درس هم از این گپ برای خودمون باید گیریم که بله، پرچم هرچی بزرگ باشد، هرچی گرامی باشد، همین دولتی قوی ملی هم باید باشه که او را حفظ کند. من یک افتخار رو در نزد همه همزبانانی خودمان گوه میگویم، اونا حیران میشن، نه تنها حیران میشن، اونا هوس میکنن، چون که تاجیکستان یگانه دولتی است که به طور رسمی میراثداری اون تمدن، میراثداری تمدن آریایی و او ارزش ها است، زیرا در درفش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همون درفش کاویانی گذاشته شده است. یعنی شما وقتی که صورت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رو میبینید، از سمت راست معمولا پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان میایستند که ما امروز جشن آن را داریم با تاج و ستاره ها، ولی از دست چپ پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درفش پرزیدنتی میایستد. اگر توجه کنید در مرکز درفش پرزیدنتی همون درفش کاویانی تاریخی گذاشته شده است با همون رنگ و آرایشی که داشت. این بسیار افتخاری ماست، زیرا متاسفانه امروز هیچ کشور دیگری حتی فارسی زبان نه این جرأت داره نه این شرایط. این برای ما خیلی افتخار است. تجربه پرچمداری و دولتداری ملی ما همیشه یک ارزشی یا یک تجربه بسیار بزرگی بوده است که دولت‌های بعدی همان را اعتراف کردند. شما بینید که بعداً با وجود اینکه اول رمزهای صفر دینی و اسلامی پیروز شدند و یک دوره بود که پرچم‌های سیاه، پرچم‌های گوناگونی کمرنگ، ولی کم کم دولت‌های این منطقه درک کردند که همون شکوهی که در پرچم آریایی هست او را بازگرداندن لازم و طبق بعضی سرچشمه‌های معتمد اولی شده دولت غزنویان
علامت های همون پرچم اوریایی را برگردانده، از جمله همین شیر و خورشید که رمز بسیار مهمی پرچمداری و دولتداری ملی ما است، در دوره غزنویان دوباره به پرچم دولتی آورده شد و بعدا شما ببینید در دوره تیموریان در بالای بعضی مدرسه های سمرقند این شیر خورشید انعکاس یافت و در دوره دولتداری ایرانیان در حدود ایران امروز دوباره پرچم احیا شد، ولی به طور رسمی همچون یک نشان رمزی در درفش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ما همون نگاره زیبای هنری درفش کاویانه امروز میبینیم. جناب راهنما، اگر موافق باشید دایر به پرچمداری تاجیکان در دوران استقلال دولتی چند سخن میگفتید؟ برای چی امین پرچمی قدر برای ما مهم است؟ بخصوص برای تاجیکان. بینید چنین اهمیتی پرچم برای تاجیکان با تاریخ خاصه این ملت نیست خیلی مربوط است، زیرا برای به همین روز رسیدن، برای صاحب دولت، صاحب استقلال، صاحب وطن، صاحب پرچم، نشان، سرود ملی، کنستیتوسیا، پرزیدنت خود شدن، این ملت 100 ساله ها انتظار بود، 100 ساله ها مبارزه برد، 100 ساله ها شهید داد، 100 ساله ها قربانی داد. همین دشت و پشته های تاجیکستان پر از مزار شهید است. حاضر ما خیال میکنیم همه این انبیا و اولیا و مزارهای دینی باشند، اگر تاریخ هر یکش دقیق تر بینی اکثر اینها مزار مبارزان راه آزادی و استقلال یعنی دولت هستند. بنابراین مسئله دولت، مسئله استقلال، مسئله آزادی در تاریخ مبارزه سیاسی و ملی تاجیکان مسئله رقم 1 است. از همین رو وقتی که ما رمزهای ملی ما نمیبینیم حساس میشیم. استاد ترسونزاده چه گفته بودن؟ از وطن گپ سرکنی در میگرفت، در به مثل هیزومی تر میگرفت. یعنی همین تاجیک هم است که وقتی در موضوع وطن گپ میزنی احساسی میشه. در برای پرچم، رمزهای وطنداری، من راستی یک مدت وقتی که در مرکز تحقیقات استراتژی کار میکردیم، وقتی مهمانای خارجی را قبول میکردیم و تا نزد رهبریت میبردیم، در همین راهرو یک لوحه بود که در همه اداره ها از با نام مقدسات ملی و در اونجا پرچم، نشان ملی، سرود ملی، پرزیدنت و سفیران و مهمانای خارجی میشه میپرسیدن که این چیست؟ بعد میگفتن مقدسات ملی. بعد میگفت که خیلی پرچم، نشان ملی، سرود ملی همه دولت ها دارند، چرا شما چنین مهم میگیرید؟ بعد من میگفتن که برادری عزیز، اگر تو تاریخ پرفاجعه خلق تاجیک رو دانی، اگر دانی که تاجیکان برای صاحب دولت، پرچم، نشان، آزادی خود شدن چه قربانی ها دادن، اگر دانی که تاجیکان برای به این روز رسیدن چقدر انتظار شدن، اشک ها، خون ها ریخته شد، چقدر استثمار و استعمار و ظلم از سر این ملت گذشت تا این روز صاحب پرچم و نشان و دولت و استقلال خود شده است، اگر همین را دانی بعد میفهمی که چرا تاجیکان پرچمشون مقدس میگویند. یعنی که این در زمینه انمی با وجود آمده است. بنابراین وقتی چرا ما احساسی میشیم؟ وقتی که ما اما پرافشانی پرچم ملی رو میبینیم، ما بین دو احساسات عجیب قرار میگیریم. از یک سو در یک کف دستمون اما تاریخ خونین و پرفاجعه و قربانی های ملت، از یک سو افتخارات امروز دوره استقلال. بین همین دو چیز ما هم خیلی با یک احساسات صحبت میکنیم. بنابراین بگذار کسی درک نکند از بیرون، ولی ما که فرزندی وطن ملت هستیم، از درون همین تاریخ، از درون همین فاجعه تاریخی بیرون آمده صاحب استقلال و پرچم خود شدیم. بنابراین این برای ما عید است،
احساس است، افتخار است. هر باری که درباره پرچم صحبت میکنیم ما آرامانه درباره یک اشیا صحبت کرده نمیتونیم. بنابراین او حتما همراه با افتخار، همراه با احساسات، همراه با غرور و همراه با محبت است. به نظر شما برای تحکیم احترام و معرفت رمزهای دولتی در جامعه به خصوص جوانان کدام اقدام‌ها ضرور است؟ خب این هم یک سوال بسیار مهم است، زیرا پرچم رمزی مهمی دولت داری، پرچم رمزی مقدس، پرچم یک ارزشی بسیار بزرگ ملی. این رو ما در سطح متخصصان، اهل ضیا، اهل فرهنگ میگوییم. ولی یکی از مسئله های بسیار مهم عملی این است که همین مفهوم و همین محبت و همین احترام رو تا ذهن هر جوان، تا ذهن هر خواننده مکتب، تا ذهن هر یک نورس تاجیک برسانیم تا همین گونه ارزش رو همگان درک کنند. البته راه ها و پیشنهادهای بسیار زیاد است. من یک فرمول یا تجربه بسیار ساده رو میخواهم گویم که اگر ما همین رو خوب درک کنیم و عمومی کنیم و استفاده کنیم، در همین پیوند ما با پرچم یک نقش بسیار زیبا و مهمی ملی میبازد. مثلا بینید در همین سرود ملی ما یک سطر زیبا هست. ما میگیم که دیار ارجمند ما ز دوری زمانه ها رسیده ایم، به زیر پرچمی تو صف کشیده ایم. بینید همین رو دو نوع تعریف دادن ممکن. یکی این که وقتی ما به زیر پرچمی تو صف کشیده ایم، اصلا ما باید اول همین خیلی تعلیمی خود رو درباره پرچم به بچه ها شروع کنیم که خود سرود ملی ما این گفتگوی یک شهروند با وطن است، گفتگوی یک فرزند با مادر است. ما راست میستیم، قامتمان راست میکنیم. چرا ما در وقت خواندن سرود ملی راست میستیم؟ چون که همون لحظه در برابر وطن راست ایستاده به وطن مراجعت میکنیم که ای دیار ارجمند ما، یعنی ای تاجیکستان، و با او صحبت میکنیم، میگیم که به وقتی ما سری عزیزی تو بلند بود، چنین بود، چنین بود، تو باید همیشه سربلند سعادتمند باشی. و ببینید میگیم که زیدوری زمانه ها رسیده ایم، به زیر پرچمی تو صف کشیده ایم، یعنی به زیر پرچمی تو ای تاجیکستان صف کشیده ایم. و همین به زیر پرچم صف کشیدن در علم سیاست به معنای موقع گیری است. یعنی وقتی که ما در وقت خواندن سرود ملی با آواز بلند صدا میدیم که ای وطنی عزیز به زیر پرچم تو صف کشیدم، به این معنی است که ما در همون لحظه موقع سیاسی، موقع شهروندی، دیدگاه خود، جهانی باطنی خود را افاده میکنیم که من همچو شهروند، همچو فرزندی وطن در زیر پرچم تو ایستادم. و اگر کمی عمیق‌تر رویم در فن نظامی، در فن حربی، زیر پرچم ایستادن و چنین بیان کردن معنای سوگند دارد. یعنی هر بار سرود ملی خوانده می شود، ما در همون لحظه ای که همونجا میاد که به زیر پرچمی تو صف کشیدیم، باید یک بار همی گریبانای خود را سوز کرده، سینه رو پیش آورده، همچون قسم، همچون سوگند از ذهنمون گذرانیم که دیار ارجمند ما به زیر پرچمی تو صف کشیدم، به زیر هیچ پرچم دیگر نمی روم، به پرچم تو خیانت نمی کنم، به پرچم تو وفادار می مانم. همین سوگند و عهدنامه ما در نزد وطن است. و اگر ما همین خیلی فهمیم که هر بار با خواندن سرود ملی ما عملا در نزد وطن سوگند یاد میکنیم، سوگند وفاداری. و سرود ملی چرا فرمول خوب و موافق است؟ چون که سرود ملی
هر سحر روز ما با اون شروع میشد. هر چهاربینی ما با اون شروع میشد. در مکتب سرود ملی رو میشنویم، در کارخانه میشنویم، در آغاز جلسه و چهاربینی ها میشنویم، هر بار با هم میخونیم. بنابراین اگر در همین متن سرود ملی سوگند خود را در برابر پرچم وطن ما واقعا احساس کنیم، هر بار با خوندن سرود ملی همه احساس نو میشد، تازه میشد، فراموش نمیشد. این تکرار در کار نیست، چون که خودش با سرود ملی که در دیوار خانه ما، در دیوار مکتب ما، در مؤسسه ما، در همه جا صدا میدهد یا دیده میشود، همین سوگند نو میشه. بنابراین من میخواستم که وقتی تفسیر و تعلیم سرود ملی به همین سطری به زیر پرچم احتساب کشیده ایم، همچون یک شرطنامه با وطن مادر و با سرزمین خود مناسبت کنیم. همین خودش یک فرمول یا اقدام بسیار ساده ولی بسیار کارگر، کارکننده در ذهن جوانای ما تبدیل میشن. پرچم دولتی برای ما تنها یک رمز نیست، این استقلال، وحدت و آرامی ملت تاجیک است. هر رنگ آن پیام صلح، پاکی و شجاعت را در بر میگیرد. لحظه تاریخی سال 1992 وقتی که پیشوای ملت پرچم را بوسیده بدیده گذاشتند، برای مردم رمز امید و احیای دولتداری شد. امروز هم پرچم ما در عرصه جهانی از ورزش تا علم با افتخار پرافشان می شود و نام تاجیکستان را بلند می بردارد. تشکر به شما برای پاسخ گفتن به سوالها. بیننده گرامی، ما گفتگو داشتیم با عبدالله رهنما، کارشناس مسائل سیاسی، راجع به یکی از مقدسات ملی پرچم تاجیکستان. اینجا برنامه به آخر می رسد. خیر تا دیدار.